ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرق گذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آورند تا باشد که به راه راست راهنمون شوند. در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند میدانست که شما با خود خیانت می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید با زنان خیش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است، پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. مالهای خود را در بین خیش به ناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را به ناحق بخورید، در حالی که شما می دانید. از تو در مورد ماه‌های نو می‌پرسند. بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه‌ها از عقب آن درآیید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه‌ها از دروازه‌های آن درآیید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید.